بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره با گناه بزرگ دیگر خدمت شما عزیزان و سروران هستم. گناه بزرگی که در این قسمت می‌خواهیم در موردش صحبت بکنیم و عبارت است از خوردن مال یتیم. یقینا یکی از اقشار مظلوم جامعه یتیمان می باشند، کسانی که در سن طفولیت و کودکی و قبل از بلوغ پدرانشان را از دست می دهند. در مورد خوردن مال یتیم آیات الله متعال خیلی با شدت از این کار منع می کند و کسانی که مال یتیم را می خورند برای آنها عذابهای دردناک را الله متعال وعده می کند. خداوند در آیه 10 سوره نساء می فرماید که ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعیرا. یقینا کسانی که مال یتیمان را میخورند به ظلم، در حقیقت اینها آتش را دارند میخورند. اینها مال یتیم را نی، بلکه آتش را دارند میخورند و در قیامت هم در آتش سوزان وارد میشوند و سیصلون سعیرا، و به زودی اینها در آتش سوزان جهنم وارد میشوند. پس خوردن مال یتیم گناه بزرگ است، جنایت عظیمی هست. الله متعال در این آیه فرمودند که کسانی که مال یتیمان را به ظلم میخورند اینها در حقیقت در شکمهایشان آتش را دارند پر میکنند، آتش میخورند. اما اینکه به ظلم بخوره و غیر ظلم نخوره این چی است؟ در آیت آمد که یقینا کسانی که مال یتیمان را با ظلم میخورند اینها در حقیقت آتش میخورند. علما در این مورد میگویند که از آیه دیگه استدلال میکنند. الله متعال در آیه دیگری چنین توضیح میدهد: من کان غنیا فلیستعفف. من کان غنیا فلیستعفف. هر کسی که غنی هست، محتاج نیست، نیازمند نیست، او باید عفت و پاک نفسی اختیار بکند، از مال یتیم نخورد. اما کسی که سرپرستی یتیم را به دوش دارد خودش فقیر است، محتاج است. و من کان فقیرا، و کسی که فقیر باشد فلیأکل بالمعروف، او به طریقه درست و به طریقه شایسته باید بخورد. یعنی چی؟ کسی یتیمی دارد، یتیم میتونه از خویشاوندانش باشد یا میتونه یک اجنبی باشد، از دور باشد. مثلا برادرزادهش هست، نواسهش هست، خواهرزادهش هست، پسر عموش هست، یا یک یتیم بیگانه که نمیشناسه، از دور است. مثلا اگر این کسی که سرپرستی یتیم را به دوش میگیرد خودش انسان ثروتمند است، نیازمند نیست، محتاج نیست، فقیر نیست، حق ندارد از مال یتیم بخورد. این باید پاک نفسی خود را
حفظ بکند. اما اگر کسی که سرپرستی یتیم را به دوش دارد، فقیر است بیچاره، چیزی ندارد و میخواهد که به این یتیم احسان بکند که او را سرپرستی بکند. خب سرپرستی با چی میکند؟ پول ندارد، فقیر از خودش محتاج است. اینجا شریعت اسلامی میگوید که این انسان باید به طریقه معروف بخورد. طریقه معروف چیست؟ علما میگویند طریقه معروف این است که در مال این یتیم تجارت بکند، سرمایه او را برش حفظ بکند، از منافع مال یتیم میتواند که استفاده بکند، چون نتیجه کارش هست، زحمت میکشد، روی مال یتیم تجارت میکند و یتیم را سرپرستی میکند، سرمایه یتیم را برایش حفظ میکند، از منافعی که به دست میآید میتواند که بخورد. چند قول در مورد این خوردن با معروف علما ذکر میکنند. میگویند یکی این است که به طور قرض میتواند که بخورد. مثلا کسی یتیمی را نگهداری میکند، سرپرستی میکند، یتیم صاحب مال است، اما این کسی که سرپرستی یتیم را به ذمه گرفته است فقیر است. این میتواند که از مال یتیم به طور قرض مبلغ معینی میبردارد، $1000 $2000 میبردارد، میخورد، مصرف میکند، اما یادداشت میگیرد، نوشته میکند. وقتی که آن یتیم بزرگ شد و جوان شد و این مرد پول داشت، باید قرض او یتیم را پس بپردازد. و قول دوم این است که خوردن به معروف این است که اسراف نکند، به اندازه ضرورتش بخورد، از ضرورتش بیشتر نخورد، چون این یتیم را سرپرستی میکند، از مال یتیم هم یتیم را سرپرستی میکند، هم به اندازه نیازمندی خودش طبق ضرورت میخورد. به خاطر تلف کردن مال یتیم نه، به خاطر ترس این نه که والله یتیم فردا بزرگ میشود و مالش را میگیرد و مصرف کند، اینطور نه. فقط به خاطر ضرورت در بدل سرپرستی یتیم چیزی از مال او میخورد که امرار معاش خود را از آن طریق اگر میکند تا این حد اشکال ندارد. و قول سوم همان که قبلا گفتیم، باید در این مال با همین قول راجح و مناسب است که در مال یتیم تجارت بکند، از منافع این مال، از منافع این تجارت میتواند بخورد، اما سرمایه یتیم را برای او حفظ بکند. سرپرستی کردن یتیم بر علاوه این که خوردن مالی از او گناه بزرگ هست، مثل این است که انسان آتش را میخورد، اما کفالت یتیم، سرپرستی یتیم عمل عظیمی هست، ثواب بزرگی دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرمایند که انا و کافل الیتیم فی الجنة هکذا، انا و کافل الیتیم فی الجنة هکذا. من، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من و سرپرست یتیم در قیامت مثل این دو انگشت می باشیم. فاصله میان این دو انگشت چی است؟ هیچ. یعنی سرپرست یتیم در جوار من و در کنار من می باشند. در روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من ضم یتیما من المسلمین الى طعامه و شرابه حتى یغنیه الله تعالی اوجب الله له الجنه الا ان یعمل ذنبا لا یغفر. کسی که یتیمی را به خود جمع می کند، یتیمی را میارد و سرپرستی او را می کند، تربیت او را می کند، چیزهایی که او نیاز دارد به او مهیا می کند، خداوند برای این انسان بهشت را واجب می گرداند، مگر اینکه گناهی بکند که او گناه اصلا بخشیده نشود، مثل شرک. اگر مشرک بود، مشرک که بخشیده نمیشه. اگر صد یتیم را هم کفالت بکند، مشرک بخشیده نمی شود. اما غیر از مشرک، هر مسلمانی، هر مؤمنی اگر یتیمی را کفالت می کند، الله متعال برای او بهشت را واجب می گرداند. در حدیث دیگر میاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من مسح رأس یتیم لا یمسحه الا لله. کسی که دست میکشد بر سر یتیم و این کار را
فقط به خاطر رضای الله انجام میدهد، هیچ نیت دیگری ندارد، کان له بكل شعرة مرت علیها یده حسنه، در بدل هر موی آن یتیم که زیر دست این مرد قرار گرفته است برای این انسان یک حسنه نوشته می شود. و کسی که با یک یتیم یا یتیمه احسان می کند و نیکی می کند، من و او در روز قیامت، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من و او انسان در جنت مثل این دو انگشت می باشیم. مردی آمد نزد ابودردا رضی الله عنه، گفت اوصینی بوصیه، یک وصیت بکن، مرا نصیحت بکن. باید ما برویم نزد علما، نزد نیکان و صالحان، برویم از آنها وصیت بخواهیم، نصیحت بخواهیم. مرد از ابودردا پرسان میکند که من را وصیت بکن. ابودردا رضی الله عنه برش گفت که ارحم الیتیم و ادنیه منک، بر یتیم رحم کن، شفقت کن و او را با خود نزدیک کن. و اطعمه من طعامک، از چیزی که خودت میخوری، از غذایی که خودت میخوری با او هم بده. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم مردی آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت کرد. کی میگوید؟ ابودردا میگوید من نزد رسول الله بودم که مردی آمد شکایت کرد. گفت ای رسول الله، دل من خیلی سخت است، دل من خیلی سخت است. از قسوت قلب خود، از سختی قلب خود نزد رسول الله شکایت کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برش گفت که اگر میخوایی که دلت نرم شود، پس یتیمی را با خود نزدیک بکن، بر سر او دست بکش و از طعامی که خودت میخوری به او هم بده. فان ذلک یلین قلبک، یقینا این کار دل تو را نرم میکند. سرپرستی یتیم عمل بزرگی هست. ما در جوار رسول الله با سرپرستی یتیم میتونیم در بهشت قرار بگیریم. از بعضی سلف حکایت می شود که میگوید من در اول عمرم انسان گناهکار بودم، هر گناهی میکردم، هر گناهی را انجام میدادم. روزی مشیت الهی بر این بوده که با یتیمی سر بخورم. این یتیم را با خود به خانه بردم، برایش طعام دادم، لباس دادم، او را حمام بردم، شستشو دادم، همان گونه‌ای که پسر خود را یا بهتر از فرزند خود او را شستشو می دادم، نظافت او را مراعات می کردم و او را معزز می داشتم، گرامی می داشتم، مثل این که فرزند خود را گرامی بدارم و یا اینکه بیشتر از او. میگه بعد از این سرپرستی این یتیم را که به دوش گرفتم، انسان گناهکاری بود. میگه شب در خواب دیدم، شب در خواب دیدم که قیامت برپا شده است، حساب و کتاب می شود. من مرد گناهکاری بودم. الله متعال امر کرد که ببرید این را. ملائکه ها آمدن من را طرف آتش، طرف جهنم می کشیدن، می بردن. در مسیر راه وقتی که من را به سوی جهنم می بردن، دیدم همان یتیمی که سرپرستی او را تازه شروع کردم سر راه ما ایستاد می شود و گفت که ای ملائکه های پروردگار من، شما صبر بکنید که من در مورد این مرد نزد خداوند شفاعت کنم، سفارش کنم. ملائکه ها گفتن نه خیر، خداوند به ما امر کرده که ما این را به سوی جهنم بکشیم. میگوید اینجا صدای آمد از بالا، الله فریاد کرد که ای ملائکه ها صبر بکنید تا این یتیم در مورد این مرد سفارش بکند. اینجا این یتیم سفارش کرد و من را ملائکه ها رها کردند و به سوی بهشت روانم کردند. همین وقت از خواب بیدار شدم و بعد از این توبه کردم. قبلا گناهانی که انجام میدادم از آنها توبه کردم. پس سرپرستی یک یتیم باعث سعادت و نیکبختی یک مرد گناهکار
یک مرد مجرم می شود و او را مرد صالح می سازد. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که بهترین خانه، خیر البیوت بیت فیه یتیم یحسن الیه، بهترین خانه ها را اگر ما ببینیم خانه کدام یکی از ما خوب هست، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بهترین خانه همان خانه ای است که در او یتیمی هست، اما چطور؟ با او یتیم نیکی می شود، احسان می شود، با او یتیم هیچ ضرری نمی رسد، او معزز و گرامی پنداشته می شود. بدترین خانه کدام است؟ بدترین خانه هم خانه است که در او یتیم است، اما همراه او یتیم بدرفتاری می شود، همراه او زشت می شود، رویه زشت و برخورد زشت با او می شود، در حق او ظلم می شود. بهترین خانه خانه‌ای که در او یتیم مورد احسان قرار می گیرد، با او برخورد نیکو می شود. بدترین خانه خانه‌ای است که آنجا هم یتیمی است، اما با این یتیم بدرفتاری و بدسلوکی می شود. داستان دیگری هست، گفته می شود که امام ذهبی رحمه الله این داستان را در کتاب کبائرشان ذکر می کنند. می گویند بیوه زن همراه فرزندان یتیمش قبل از اینکه بیوه شود، یک مرد علوی از خاندان علی رضی الله عنه از آل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به بلخ افغانستان به بلخ رفتن و اینجا سکونت اختیار کردند. این مرد تجارت میکرد، وضع زندگی و روزگارش خیلی خوب بود. روزی این مرد علوی وفات میکند، خانمش بیوه و فرزندانش یتیم میشود. این خانم اینجا احساس خوف میکند، از بلخ بیرون میشود، به یکی از شهرهای دیگر خراسان میرود. به یک منطقه شب میرسد، به یک قریه میرسد که در او قریه کلان قریه یا قریه دار یک شیخ مسلمان است و ضامن قریه یک مرد مجوسی یا آتش پرست است. این خانم میگوید که من رفتم در این قریه، فرزندانم را در یک مسجدی که مخروبه بود، فرزندانم را در این مسجد گذاشتم و رفتم به سراغ غذایی برای این یتیمانم. میگوید رفتم اول نزد همان شیخ مسلمان، در اطرافش مردمان جمع بودن، رفتم پیش او و وضعیت خود را برش حکایت کردم که در بلخ شوهرم وفات شد، ما علوی هستیم، از آل بیت پیامبر هستیم، با فرزندانم اینجا آمدیم. میگوید این شیخ برام گفت که ثابت بکن چی سند داره که تو علوی هستی و از آل بیت پیامبر هستی. گفتم میگه که من هیچ ثبوتی ندارم، اینجا ما در این شهر و در این قریه بیگانه هستیم، جدید آمدیم، کسی را نمیشناسیم. میگه پس او رویش را از ما گرداند و به ما هیچ کمک نکرد. میگوید از اینجا بلند شدم با دل شکسته و غمگین، رفتم در ضامن امان قریه را که مرد مجوسی بود، در او را در زدم. آمد این مرد مجوسی، برای شکایت کردم که من خانم علوی هستم، شوهرم وفات کرده، یتیمایی با خود دارم، به غذا و به کمک نیاز داریم. و از آن شیخ مسلمان هم میگه برش گفتم که ما نزد او رفتیم، از من سند و ثبوت خواست، من هیچ مدرک و اسناد ندارم، در اینجا کسی را نمیشناسم، بیچاره و لاچار هستم. میگوید این مرد مجوسی فوراً خانمهایش را با ما همراه کردن، رفتن دختران مرا، خانمهاش از اون مسجد آوردن، ما را در خانهشان جا دادن، عزت کردن، طعام دادن. شب که شد، اون شیخ مسلمان خواب میبیند. در خواب میبیند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیرق در دست دارند، قیامت است
آن طرف هم قصر زیبایی که با انواع و اقسام احجار کریمه ساخته شده است. قصر زیبایی است، یاقوت دارد، زمرد دارد، مرواری دارد، از انواع اقسام و انواع احجار کریمه ساخته شده است. این شیخ مسلمان میگوید که از پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب است، در خواب میبیند. از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم که این قصر مال کیست ای رسول الله؟ میگوید که پیامبر گفت که این قصر لرجل مسلم موحد، این قصر مال یک مسلمان موحد است. شیخ گفتم میگه که ما مسلمان موحد هستم. پیامبر گفت میگه که چه ثبوت داره که تو مسلمان موحد هستی؟ شیخ میگه اینجا فوراً متحیر شدم که ما چه ثبوت دارم؟ هیچ ثبوتی ندارم اینجا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت میگه که پس شب خانم محتاج نزد تو آمد، تو از او ثبوت خواستی، با او کمک نکردی، دسترسی نکردی، پس این قصر مال تو نیست. میگوید این شیخ میگوید که از خواب بیدار شدم و فردا به تلاش این خانم رفتم که را پیدا کنم. میگه سراغ کردم، فهمیدم که در خانه همان ضامن مجوسی هست. رفتم در مجوسی را در زدم. براش گفتم میگه که اون بیوزنی که بیوزن علوی که در خانه تو هست همراه یتیمایش او را میخوایم به ما بدی. ضامن مجوسی گفت میگه که نه خیر، چرا ما را به تو میتونم؟ نمیتونم برات. گفتم میگه چقدر پول میخوای؟ پول میتونم بده برام را به ما بسپار. گفت میگه نه خیر، همون چیزی را که تو خواب دیدی من هم خواب دیدیم، و قصر را که تو خواب دیدی همان قصر را من هم خواب دیدم. و قصر را من نمیگذارم که قصر به تو برسه. اگر مرا در مورد اسلام راهنمایی میکنی، کمک میکنی، بکن که ما در مورد اسلام آگاهی پیدا کنیم. چون حالا من مسلمان شدم. ما با برکت و دعوت آن زن علوی شب هنگام من و کل خانواده‌ام ما مسلمان شدیم. خوابی که تو دیدی، پیامبر را در خواب دیدی و قصری که دیدی، این خواب را من نیز دیدم. این مرد مسلمان از اینجا غمگین و خسته برمیگردد. واقعا رسیدگی به بیوزن، به یتیم، سرپرستی آنها عمل عظیمی هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الساعی علی الارمله والمساکین کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که برای بهبود زندگی یک بیوه و یتیم تلاش میکند، این مانند مجاهد فی سبیل الله است. راوی میگوید که من فکر کردم همچنان پیامبر گفت، میگه که مانند کسی است که شب تا صبح قیام میکند و خسته نمیشود و روزها را روزه میگیرد و افطار نمیکند. کسی که تلاش میکند، سرپرستی یتیمی را میکند، دستگیری بیوزنی را میکند، این انسان نزد الله متعال مثل مجاهد فی سبیل الله است. همان گونه که خوردن مال یتیم گناه بزرگی است، مثل این است که انسان آتش را دارد میخورد و در قیامت هم در آتش سوزان وارد می شود. برعکس آن، کمک، دستگیری یتیم و بیوزن این عمل عظیمی است. الله متعال همه من و شما را توفیق بدهد که دستگیری با بیوزنان داشته باشیم، دستگیری با یتیمان داشته باشیم. یتیمی را اگر میتونیم کفالت و سرپرستی درست بکنیم تا در بهشت در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل همین دو انگشت باشیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند انا و کافل الیتیم فی الجنه کهاتین، من و سرپرست یتیم در جنت، در بهشت مثل همین دو انگشت خواهیم بود. الله معیت و جواری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در بهشت برای همه ما شما نصیب بکند و ما را توفیق بدهد که اعمالی که ما را به آنجا میرساند، سرپرستی یتیم، دستگیری بیوزن، دستگیری یک فقیر، به این اعمال توفیق بدهد که رسیدگی بکنیم و انجام بدیم. تا قسمت بعدی، تا کبیره بعد، تا گناه بزرگ بعد، همه شما عزیزان را به خداوند یک تا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.